فکر نکنین که امروز ما از وطنمون دور هستیم و نمیخواهیم وطنمون. فکر نکنین که ما وطنمون فراموش کردگی هستیم. گرچه دورم از وطن لیکن برایش سنگرم، دوستان را خاک پا و دشمنان را خنجرم. من نه آنم آنچه خواهی بر شمارم وصف تو. ما خیلی کسایی نیستیم که هرچی که بخواهیم ما را جناب جناب بگیم. من نه آنم آنچه خواهی بر شمارم وصف تو. تو زی نسل جنگ و چوری، من زی نسل دیگرم. مثل پروانه بگردم شام و سحر در گردم شم، هیچ باکی هم ندارد گر بسوخت بال و پرم. ما انشالله که فرق ندارم ما را چیکار میکنن، زندان میکنن، اینترپول دمیتن، من نمیدونم که میکشن، من فرق نداره. تو زی نسل جنگ و چوری، تو نسل دزدی، تو نسل آدم کشی، اما ما زی نسل دیگریم. تو زی نسل جنگ و چوری، من زی نسل دیگرم. مثل پروانه بگردم شام و سحر در گردشم. برای وطنمون، برای میهنمون. این همی چخیره که یک پروانه، یک پشه پرکی در گردی رمو لامبوچکه و در گرد شم خودش نزدیک میکنه و حتی بال پرش میسوزه. او پروانه داره، او عاشقی آنمو روشنی است. آنمو وطن برای ما را این همی خیل است. ما همی خیل پروانه واره، مثل پروانه بگردم شام و سحر در گردشم. ما همی فرق نداره، بالمون میسوزه، پرمون میسوزه، زندان میشیم، فرق نداره. چه خیلی که در کار شود که ما این حرکت میکنیم انشالله. هیچ باکی هم ندارد گر بسوخت بال و پرم، فرق نداره هر چه خیلی که باشه نباشه. اگر پر و بالمون بسوزه که هیچ باکی نداره، هیچ پروایی نداره. پا منه بر روی فرشم ای ستمگر، احتیاط تو هیچ وقت در بالای زمین ما قدم تا دیگه گذاشته نمیتونی. احتیاط بکن که سوزمت پا تا سرت چون اخگر خاکسترم. تو فراموش نکن که خاکستر شدگی است. فراموش نکن که او خاکستر تمام خنک شدگی است. او خاکستر زیرش لخچه داره، ما همون لخچه های هستیم که پس در میگیریم. پا منه بر روی فرشم ای ستمگر، احتیاط تو فکر نکن ما را سوزاندی و ما خاکستر شدگی هستیم. نه، ما همون لخچه هستیم که سوزمت پا تا سرت چون اخگر خاکستریم. ما همون خاکستری که سرخ هستیم که تو نمیفهمی. بحر آزادی میهن بر مساف دی و جهل میروم و میپذیرم هرچی آید بر سرم. همه ای چیز ما قبول میکنیم. ما به خاطر وطن، به خاطر میهن، به خاطر ملتمون، به خاطر مهاجرا، به خاطر مظلومین، به خاطر جبر دیده ها فرق نداره. هر چی که آید بر سرم ما قبول میکنیم. میروم و میپذیرم هر چی آید بر سرم. دوری از کاشانه اجداد را معنا کنید. دل جدا از محبوب من، روح جدا از پیکرم. دوری از وطنمون به مثل به ما را این نمیخیل است که مثل که از محبوبمون جدا شدگی هستیم. مثل که ما روحمون از پیکرمون جدا شدگی است. روحمون جدا است و پیکرمون جدا است. او وطن به ما را جسدی، ما روحی او وطن هستیم. او یک جسدی است که ما روحی او هستیم. گر بمیرم در دیار هجرت و غربت سرا، اگر که ما در همین غریبی هم اگر از دنیا بگذاریم، ایره فراموش نکنین که مثل حاجی عمر که از دنیا گذشت در غریبی گذشت. فراموش نکنین که این شعار ما که گر بمیرم در دیاری هجرت و غربت سرا، بر میزارم روزه خوانید یک دو بیت از دفترم. نه هور خواهم نه غلمان را در ازای قتل نفس. مقصد ما هور را به دست آوردن نیست، مقصد ما غلمان در دست آوردن نیست. او خادمایی که در داخل جنت ما را خدمت میکنن، مقصد ما این است. مقصد ما این است که نه شرابی انتهور نه عاشق به حوض کوثرم. فاش گوید او نمیخواست روضه رضوان را، تا نگردد حر آزاد از جهالت کشورم. ای از هدف ما هدف ما اینمی است که ما باید وطنمون از جهالت آزاد کنیم، باید وطنمون از غلامی آزاد کنیم. فاش گوید بگین به دگرها برسانیم که او نمیخواست جنت رضوان را، تا نگردد حر آزاد از جهالت کشورم.
این وطن ما صدا میکنه، این وطن ما گریه میکنه. شب تا روز امروز منتظر فرزندای با غیرتش است. ما خدا خواهد انشالله شما این همو جنگ را گرفتگین که در مقابل فکر مردم می جنگین و مردم در دلشون جرأت، در دلشون ترس جا کردگین و خدا خواهد انشالله از همون سلاحی که شما استفاده میکنین، از همون سلاح ما پس استفاده میکنیم، ما جوانا را انشالله که همون غرورشون پس میگردونیم.